سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه. در مسیر آبشار اورتوکن هستیم، در ادامه با ما همراه باشید. رسیدیم. همونطور که میبینین طبیعتش واقعا زیباست، محافظت شده است و عرضم به حضور شما که برای که وارد بشیم به اینجا باید یه هزینه به ازای هر ماشین سواری حدوداً 130 تومن بدین تا وارد اردوگاه بشین. فضاش کاملا امنه، همه چی اوکیه، میتونین مکانتون رو پیدا کنین. جلوترا آلاچیق هم هست، میتونین تو آلاچیق باشین، اما یکم بیان جلو نزدیکای آبشار که بیان میتونین چادر بزنین، کنار رودخونه باشین و حدوداً یک ساعتی هم تا آبشار راه داره که ما وسایل‌ها رو ببریم جایی که میخوام بریم کمپ کنیم. وسایل‌ها رو چیدیم، چادر رو باز کردیم. احتمالاً یه استراحت ریزی بکنم، قرار بود انگار موقعی که رسیدیم مستقیم بریم تا آبشار، اما چون یکم وسط راه زیاد واسطادیم و عکس گرفتیم، گفتیم ناهار رو بخوریم، یه چرت ریز بزنیم، بعد راه بیفتیم بریم به سمت آبشار. الان هم که جاتون خالی، یه چایی آتیشی گذاشتیم، چایی بزنیم و علی آقای گلاب امروز میخوان علی آقا به ما ناهار بسیار زیبا و دلپذیری به ما بدن. آب دوغ خیار، این ماست چکیده محلی کلات هستش و این هم علی آقا هستش، ماشاءالله داره. نشون بده ملاتشو، خدایی خفن شده. بالاخره راه افتادیم، بریم به سمت آبشار، ببینیم چجوریه مسیرش، ببینیم از جایی که ماشین رو گذاشتیم تا آبشار ببینم چقدر راهه، بهتون میگم. بعد تو آب رد شیم، اون شکلشه، اینو ببینین. آره چش داره اینجا، دهنش هم بازه، از تو دل سنگ سبز شد. بعد از 5 الی 10 دقیقه رسیدیم همچین جایی. تمام مسیر رو دیگه بعد از تو آب بیان دیگه. از مطوبق آبی استفاده کردم. اومده برای خودش یه جوب کشیده، خیلی جالبه. رسیدیم به جایی که دیگه اینجوری نمیشه رفت، فقط طناب گذاشتن، انگار مثل که باید با طناب خودمون رو بکشیم بالا. علی میشه رفت؟ این پایین که عمرن از این پایین کو بزن نشون بدم. الله هست طناب گذاشتن، ولی از اینا اینجا طناب زردی گذاشتن. یکی از این طرف طناب سبزش، یکی زرده. خب دوتا از هم بازه، اصلا یه جا به هم. بسم الله. شیبش هم خیلی ها.
اوه اینجا بچه‌ها ببینن آبشار در واقع چشمه طبیعی از دل کوه انقدر سرده کردیم که دست میبری زیر آب. خیلی اشما نکن بچه‌ها اینم چشمه طبیعی. اینقدر سرده مگه میشه خور؟ تو رو نگاه کن. آره میشه رفت؟ نه سره بخور. سرد نه وحشتناکه. مثل یخ. عالیه عالی. فکرم بهش گم شد. آیه بر من اصلا مگه داریم؟ خدای من خیلی خفنه. اینجا ما مجبوریم بدویم دیگه چون اینجا آبشاره و خیس میشه، چاره دیگه نداره. بریم اینجا بشینیم استراحت کنیم. الان وقت دسری که علی آقا برای ما تهیه کرده. واقعا با جزئیات بهش نگاه کنیم. نمیدونم چرا واقعا چی میشه که آدم مثلا با خودش فکر میکنه چیزی میتونه درست کنه. نگاه کنیم. خب شاید برای یه سریاتون سوال شده باشه یا حتی اصلا براتون مهم نباشه که این چیه، ولی این رنگینک میدونم ظاهر خوبی نداره اما برخلاف ظاهرش طعم و مزه خوبی داشت. مسیرش مسیر خوبی بود، تا یه جایش راحته، میتونن همه بیان، ولی از یه جای به بعدش دیگه حالت صخره نوردی میشه. نه از یه جای به بعد انگار یکم شیبش زیاد میشه، اما اون قسمتی که شیبش زیاد میشه یه طناب آویزون کرده همونجوری که دیدین، از اونجا میشه رفت و یکم دشواره دیگه. از اونجا که ماشین رو گذاشتیم و راه افتادین، اگر مکس نکنین و یه تک بخوام بریم حدوداً یک ساعتی طول میکشه، شاید هم زودتر اگه سریع بریم. ولی آبشارش آبشار قشنگی بود، برای یک بار ارزش داره واقعا. اومدیم ما عرضم به حضور شما که موقعی که رسیدیم دیگه لش کردیم، یکم دراز کشیدیم. الان گفتیم که یک شام بخوریم، شاممون احتمالاً سیب زمینی باشه و صبح هم بلند میشیم یک عدسی میزنیم، غذای بسیار سلام، صبحتون بخیر. ساعت بودن 9 صبح. ما دیشب ساعت 9 صبح خوابیدیم، انقدر خسته بودیم چون روز قبلش هم ساعت 4 صبح بیدار شده بودیم. بودن کلا 3-4 ساعت بیشتر نخواب. خلاصه که 12 ساعت خواب بودیم. صبحونه رو گذاشتیم، عدسی گذاشتیم، اینم سیب زمینی ها ریز کردیم دیگه. چی دیگه وسایلا رو الان جمع جور میکنیم و
مرتب میچینیم، ناهارم آماده میکنیم که ناهارم بخوریم دیگه برگردیم. و اگه بخوام صورت کلی ورتوکن رو تحلیل کنیم اینجوری میشه که به خاطر این فضای دسترسی به آبشار که آسفالت هستش و اینکه تمام امکانات رو برای خانواده ها اونجا گذاشتن، اهم از سرویس بهداشتی، آلاچیق، اتاقک ها، سکوهایی که چادر بزنن، نگهبانی داره اینجا، اینها باعث میشه که حتی وسط هفته که دوشنبه سه شنبه هم هست اینجا خیلی شلوغ باشه. برای خانواده گزینه خوبه، ولی خب مثلا برای ما جوونایی که میخوام یه جا بریم مثلا خلوت کنیم، یکم آرامش باشه، نه، چون به خاطر این امکاناتاش همین که خیلی خانواده‌های ایرانی میان، هم گردشگرای عرب زیاد میان اینجا، از این لحاظ خیلی شلوغه ورتوکن و همین دیگه. صحبت دیگه نمونه، ما در مسیر برگشتیم که انشالله 2 ساعت تا مشهد داریم. آسفر صحبتی نداریم.